بسم الله الرحمن الرحیم. در استان البرز از تاریخ 4/5/1402 که ابلاغ وزیر محترم کشور جهت اتباع غیرمجاز دستورشون صادر شد در قرارگاه ملی طرح و با ابلاغ رئیس سازمان ملی مهاجرت جناب آقای دکتر مومنی کار اردوگاه موقت البرز شروع شد و در همان زمان در یکی دو هفته اول با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم اتفاقی که رقم خورده بود، اتباع غیرمجازی که از کشور طرد می‌شدند بعد از یکی دو هفته با زور برمیگشتن و علت اون رو ما وقتی جویا می‌شدیم می‌بینیم که هم بحث ارتباطی که از سیم کارت‌های غیرمجازی که ایرانی‌ها در اختیارشون قرار داده بودند و هم آبربانک‌های غیرمجازی که به نام ایرانی‌ها در اختیار اونها قرار گرفته شده بود توسط این دو تا پل ارتباطی و بحث پولی و مالی بازاره میتونستند که به صورت غیر مجاز وارد کشور بشوند و با هماهنگی که با دادستان محترم استان البرز انجام شد و دستور معاون محترم دادستان این سیم کارت هایی که به صورت غیر مجاز و به نام ایرانی در اختیار اتباع غیر مجاز و آبربانک ها جمع‌آوری شد و الحمدلله روندی شد که به صورت قابل قبول قرار گرفت و اتباع غیر مجاز دیگه دسترسی به ارتباطات و پول نداشتن که بازگشت مجدد داشته باشن.